سفر ما را از امام حاجی میرای شروع کردیم دیگه. گفتیم امام صاحب میریم بیا کم کشفش خدا بگیریم دیگه. این بچه هم زد تکلس کوچه ریاست معرف قندوز دیگه. سلمونی هم فریال، اینی هم ریاست برشناست دیگه. از اونجا حرکت کردیم دشت اودان. دیدیم که بوزو چنی از این اکثر یکی کده بود در دشت. اینی هم پنتوناست، پنتونای دشت اودان. مای عمل بخیر دیگه. یا هم میبینین که کوتل شیرمایی است. مجم چرا ایره شیرمایی میگن؟ خب مقصد جای دیدنی است، مردم زیاد خاطر عکسوی گپا میان تا اینجا دیگه. از اونجا حرکت کردیم دیدیم که اینی شهر امام صاحب است. شهر ولی امام صاحب خیر ببینن که می پیک دکانا را پرانده، فقط رنگ رو خوش جل و بل میکنه دکانا. گوش نبودیم بولانی خوردیم دیگه. وقت کم بود باید کورس میرفتیم. بولانی هم در گلونم بند پیش ازی آمدم. گفتم یکان چیز بده که پایین برم دیگه. از اونجا آمدم کورس اکمل دیگه. دیدین که اینجا هم یک سردخانه است. نه فکرم شد خیلی خبر خوش است. خبر خوش دومی امپراتور امام صاحب بخیر سوناست دیگه. آش خوردیم که بولانی نشد دیگه. ترشال کده بودیم را دیگه. آمدیم اینجا هم شهر امام صاحب است. شب شد دیدیم که بارش برف است. برف باریده رایسته بودیم برو کار ما جور شد. فردا دیگه برف بازی است. فردا که بلند شدیم نه برف است نه دیگه جای از جولان است. دوستای عزیز اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک بکنین، فالو بکنین. دوستان دارم.